سلام به زبان آموزان عزیز، خوش اومدیم به یه درس دیگه از آموزش ترکی استانبولی با نازی. امروز میخوایم ضمایر شخصی رو به ترکی استانبولی یاد بگیریم. ضمایر شخصی کیشی زامیرلری کیشی زامیرلری. ضمایر شخصی اصلا چی هستن؟ من، تو، او، ما، شما، آنها ضمایر شخصی هستند که برای جمله سازی قطعا نیاز بلد باشیم. پس بریم تا یاد بگیریم. اولش میشه من که به ترکی بن هستش. بن یعنی من. تو میشه سن. سن. او میشه او. او و مؤنث و مذکر هم ندارن. برای جفتشون از او استفاده میکنن. ما میشه بیز. بیز. شما میشه سیز. سیز. سیز رو برای جمع استفاده میکنن. مثلا وقتی چند نفر با هم باشن و هم زمانی که میخوام یکی رو مؤدبانه خطاب کنیم میگیم سیز، نمیگیم سن، که توی فارسی هم همینطوره. به رسم ادب و احترام میگیم شما. درسته؟ خب بریم سر اصل مطلب. اونlar هم میشه آنها. اونlar. پس شد ben، من، sen، تو، o، او، biz، ما، siz، شما، اونlar، آنها. اینا رو باید حفظ کنید چون توی جمله سازی خیلی مهمه و زیاد به کارتون میاد. پس بریم تا با هر کدومش یه مثال بزنیم. من کتاب میخوانم. Ben kitap okuyorum. Ben میشه من، کتاب یعنی کتاب، okuyorum یعنی میخوانم. Ben kitap okuyorum. تو آب می نوشی. Sen su içiyorsun. Sen یعنی تو، su یعنی آب، içiyorsun یعنی می نوشی. Sen su içiyorsun. او ماشین میراند. او araba sürüyor. او یعنی او، araba یعنی ماشین، sürüyor یعنی میراند. او araba sürüyor. ما غذا میخوریم. Biz yemek yiyoruz. Biz یعنی ما، yemek یعنی غذا، yiyoruz یعنی میخوریم. Biz yemek yiyoruz. شما موسیقی گوش میدهید. Siz müzik dinliyorsunuz. Siz یعنی شما، müzik یعنی موسیقی، dinliyorsunuz یعنی گوش میدهید. آنها خوابیدند. Onlar uyumuşlar. Onlar یعنی آنها، uyumuşlar یعنی خوابیدند. Onlar uyumuşlar. دیدین؟ به همین راحتی. درک و ضمایر شخصی ترکی خیلی آسونن و شباهتشون به زبان فارسی خیلی زیاده چون مذکر و مؤنث ندارن. واسه همین خیلی ساده است. دوستان عزیزم خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که با لذت یاد گرفته باشین و خسته نشده باشین. یادتون نره ویدیوهای قبل و بعد ما رو دنبال کنین چون قراره درس به درس زبان ترکی استانبولی رو یاد بگیریم.
اگه تا الان این کار رو انجام ندادین لطفا همین الان سابسکرایب کنین و زنگولش هم فعال کنین تا نوتیفیکیشن جدید براتون بیاد و ویدیوهامونو از دست ندین. یادتون نره که با لایک هاتون منو حمایت کنین و با کامنت هاتون به من انرژی بدین. موفق و سربلند باشین. خدا نگهدار.